ادامه نبرد شمال همزمان با سفر ملا یعقوب به بغلان، جنگ شدید در اندراب با پنجشیر بار دیگر از سر گرفته شد. شکایتنامه فعالان از عملکرد طالبان. فعالان مدنی در نامه به رهبران جهان از آنها خواستند که برای بازگشایی مکاتب دختران فشار بیاورند. فقر و بیچارگی زیر سایه امارت طالبی، افزایش قیمت مواد خوراکی در افغانستان به نگرانی ها افزوده است. تلاش تازه امریکا و اسرائیل برای سفارایی در برابر جمهوری اسلامی. امریکا و اسرائیل برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح‌های هسته‌ای اعلامیه مشترک صادر کردند. و دخیل شدن کره شمالی در بازی میان غرب و روسیه. کره شمالی مناطق جدایی طلب اوکراین را به رسمیت شناخت. سلام و وقتتان بخیر. به خبرهای ساعت 10 از آماج نیوز خوش آمدید. منابع با آماج میگویند که طالبان جنگ در برابر مقاومتگران را در پنجشیر و اندراب بار دیگر از سر گرفتند. این منابع می‌افزایند که ملا یعقوب وزیر دفاع طالبان به اندراب رفته و شمار از جنگجویان طالب با استفاده از چرخبال‌ها به دره آرزوی ولایت پنجشیر انتقال داده شده و جنگ شدید آغاز شده است. در همین حال منابع از جبهه مقاومت نیز با آماج تایید می‌کنند که درگیری در پنجشیر آغاز شده، اما تمامی آمادگی ها برای جنگیدن در برابر طالبان گرفته شده است. اگرچه طالبان در مورد جنگ پنجشیر و اندراب چیزی نمیگویند، اما یک فرمانده محلی طالبان در پنجشیر با آماج میگوید که پس از نشر نوار صوتی ملا یعقوب در مورد پایین ساختن پرچم طالبان از سوی مقاومتگران در خوست ولایت بغلان، اکنون این جنگ حیثیتی شده است. همچنان یک فرمانده کماندو در ولایت پنجشیر میگوید که مثل دفعات پیشتر این بار نیز طالبان در جنگ پنجشیر و اندراب شکست خورده و کار از دستشان ساخته نخواهد شد. در همین حال منابع طالبان با آماج میگویند که هدف اصلی انتقال جنگجو به دره آرزو رهایی خلبان و کمک خلبان‌هایی اند که پس از سقوط چرخبال طالبان به اسارت مقاومتگران درآمده است. از سوی دیگر جبهه سپاه آزادی با نشر نوار تصویری گفته است که طالبان چاشت امروز از زمین و هوا در اندراب‌ها حمله‌هایشان را در ساحات کاسه‌تراش و دره جر شهرستان دیسلا بالای نیروهای این جبهه از سر گرفتند که تا اکنون 8 طالب کشته و 4 تن دیگرشان زخمی شدند. جنگ در پنجشیر و اندراب در حال از سر گرفته می شود که مقام‌های طالبان بدون سخن زدن در مورد آن یکی پس دیگر در چند ماه گذشته به این مناطق رفتند، اما نتیجه در پی نداشته است. شمار از فعالان مدنی و دادخواهان افغان در نامه سرگشاده به رهبران جهان از آنها خواستند تا در سطح بین الملل فشارهای دیپلماتیک بر مقامات طالبان اعمال کنند. در این نامه آمده است که با تداوم ممنوعیت تحصیل دختران توسط طالبان، امیدهای دختران صدمه دیده و از بین می روند. این گروه از رهبران جهانی، متحدان منطقه‌ای و سازمانهای بین المللی خواسته تا اقدام هماهنگ و جسورانه برای باز شدن مکاتب دخترانه در افغانستان انجام دهند. دادخواهان برای آموزش دختران در نامه خود گفتند اقدامی که ما خواستار آن هستیم بیشتر از یک اعلامیه همبستگی یا یک لحظه سکوت برای محکومیت طالبان است. به گفته آنها هرچند این گونه اقدامات با نیت خوب صورت میگیرد، اما به نظر میرسد این امر طالبان را در راستای تامین حقوق زنان و دختران پاسخگو نمیسازد. مدافعان حق آموزش خواستار 3 اقدام از سوی رهبران جهان در جلسه بعدی شورای جهانی حقوق بشر در ماه سپتامبر شدند. آنها از رهبران جهان خواستند تا با افزایش فشار بر مقامات حاکم در افغانستان جهت رفع ممنوعیت حق تحصیل دختران اطمینان حاصل کنند. این گروه همچنین خواستار اختصاص حمایت مالی فوری نظام آموزشی در افغانستان، تمویل سازمان‌های حقوق بشری و نهادهای جامعه مدنی و ایجاد مکانیزم‌های جایگزین برای آموزش دختران شدند. آنها در این نامه از رهبران جهان خواستند که در کنار مدافعان، عدالتخواهان و فعالان حق تحصیل دختران بایستند و از آنان حمایت کنند. طالبان پس از به قدرت رسیدن دوباره در افغانستان، دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب منع کردند. اکنون 300 روز است که دختران مکاتب متوسطه از تحصیل باز ماندند. با وجود فشارها و درخواست‌های مکرر جامعه جهانی از طالبان، این گروه به بازگشایی مکاتب دخترانه پاسخ مثبت نداده است. بیشتر از 300 روز مانع شدن دختران از آگاهی، این خیلی سنگین است، طاقت فرساست. اصلا این یعنی چی؟ تجاوز به حقوق و ارزش‌های انسانی است. حذف آگاهی زندگی است. پژمرده شدن است. مردن است. زن
کشور است و هیچ کشوری بدون آگاهی یک جامعه سالم نخواهد داشت. زن مقصد است. زن زندگی است. زندگی را محدود نکن. دفتر هماهنگ کننده کمک‌های بشری سازمان ملل یا اوچا گفته است که خشکسالی در افغانستان سبب افزایش بهای مواد خوراکی شده است. این نهاد امروز پنجشنبه 23 سرطان با نشر گزارش تازه گفته است که خشکسالی مردم افغانستان را به شدت تحت تاثیر قرار داده است. سازمان‌های جهانی پیش از این نیز بارها از کمبود مواد غذایی و افزایش فقر در افغانستان ابراز نگرانی کردند. این در حالی است که با سپری شدن بیش از 10 ماه از قدرتگیری طالبان در افغانستان، کمک‌های جهانی کاهش یافته و بیکاری مردم کشور نیز بیشتر شده است. همچنان نرخ مواد خوراکی و مواد سوخت در بازارهای افغانستان در روزهای اخیر به گونه بی‌پیشینه افزایش یافته است. جو بایدن رئیس جمهور امریکا که در سفر 4 روزه به خاورمیانه در اسرائیل به سر میبرد گفته است که از زور به عنوان آخرین گزینه برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای استفاده خواهد کرد. رویترز روز پنجشنبه 14 جولای گزارش داده است که جو بایدن رئیس جمهور امریکا این اظهارات را در مصاحبه با تلویزیون 12 اسرائیل بیان کرده است. بایدن تاکید کرده است که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را در فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی امریکا نگه می‌دارد. ایران همواره گفته که به دنبال تسلیحات اتمی نیست و برنامه هسته‌ایش برای اهداف صلح‌آمیز است. کوریای شمالی مناطق جدایی طلب دونسک و لوهانسک از مربوطات منطقه دونباس در شرق اوکراین را روز چهارشنبه به عنوان کشورهای مستقل به رسمیت شناخت. خبرگزاری دولتی کوریای شمالی می‌نویسد وزیر خارجه این کشور با فرستادن نامه‌های به همتایان خود در این مناطق استقلال آنها را به رسمیت شناخت. کوریای شمالی پس از روسیه و سوریه سومین کشور است که مناطق مذکور را به رسمیت می‌شناسد. دینیس پوشیدین رهبر منطقه جدایی طلب دونسک در کانال تلگرام خود گفت که امیدوار است این به رسمیت شناسی همکاری مثمر و افزایش تجارت با کوریای شمالی را در پی داشته باشد. سفارت جمهوری خلق دونسک در مسکو عکس را در کانال تلگرام خود از مراسم منتشر کرده که در آن سین هونگ چول سفیر کوریای شمالی در مسکو گواهینامه به رسمیت شناسی را با اولگا ماکیوا فرستاده جمهوری خلق دونسک پیشکش می‌کند. خبرگزاری رسمی کوریای شمالی روز پنجشنبه تایید کرد که چو سون هوی وزیر امور خارجه این کشور روز چهارشنبه نامه‌هایی را برای همتایان خود در هر دو منطقه جدایی طلب اوکراین فرستاده و استقلال آنها را به رسمیت شناخت. اوکراین بلافاصله روابط خود را با پیونگیانگ به دلیل این اقدام قطع کرد، اما برخی از ساکنان دونسک از این اقدام کوریای شمالی استقبال کردند. روسیه که از سال 2014 از جدایی این مناطق حمایت می‌کند، در آستانه حمله به اوکراین در اقدامی که کیف و غرب آن را غیر قانونی دانستند، مناطق جدایی طلب دونسک و لوهانسک را به عنوان کشورهای مستقل به رسمیت شناخت. روسیه همزمان با حمله به اوکراین گفت که از روسی زبانانی که در مناطق مذکور زندگی می‌کنند در برابر نسل کشی محافظت می‌کند. کیف و غرب این اظهارات را به عنوان بهانه‌ای برای جنگ و تصرف بخش‌هایی از خاک اوکراین رد کردند. کوریای شمالی در حال دو منطقه جدایی طلب اوکراین را به رسمیت می‌شناسد که از الحاق کریمیا به روسیه در سال 2014 نیز حمایت کرده بود.